گاهی وقتا که میخواست لباس عوض کنه میدیدم گردنش کبوده، ولی با خودم میگفتم من که مدت زیادیه باهاش رابطه‌ای نداشتم. چند وقت بود که بعد از دور همی با رفیقام و زنم یه جوری بیهوش میشدم که انگار کسی چیزی توی لیوانم ریخته. سرم گیج میرفت. بعدش توی همون بیحالی گاهی چشام نیمه باز میشد. صحنه‌هایی میدیدم که باورم نمیشد. شیما با رفیقام بدون لباس جلوی چشای من داشتن. دوستان عزیزم سلام، به کانال خودتون خیلی خوش اومدید. لطفاً مثل همیشه قبل از گوش دادن به داستان با لایک و سابسکرایب از کانال حمایت کنید و بهمون انرژی بدید. اسمم مجیده. راستشو بخوای از وقتی خودمو شناختم زندگیم یه جوری گره خورده بود به مشروب و رفاقت و خرابکاری. 35 سالمه. خیلیا میگن سن آدم که میره بالا آروم میشه، ولی من هرچی بیشتر سنم میره جلوتر بیشتر گیر میکنم توی یه باطلاقی که خودم هم نمیدونم چیه. قصه من از همون شبی شروع شد که واسه اولین بار چشمم خورد به شیما. اون موقع هنوز باهاش ازدواج نکرده بودم. راستشو بخواین قبلش با مادرش رویا یه ارتباطایی داشتم. رویا زن مریض و معتادی بود که از همه چی افتاده بود و واسه یه تهیه موادش به پول احتیاج داشت. همون موقع ها بود که باش دوست شدم. بعد از مدتی رابطمون نزدیکتر شد و میرفتم خونه‌شون. نمیخوام خودم رو پاک نشون بدم. میدونم اشتباه بود. خیلی اشتباه. ولی اون روزا عقل درست حسابی نداشتم. بیشتر دنبال هوس بودم. یکی دو بار که رفتم خونه‌شون اونجا شیما رو دیدم. دختر جوونی بود، پر از زندگی، با یه چهره‌ای که هر کسی میدیدش ناخودآگاه خیره میشد بهش. چشماش مثل دوتا دریا بود. موهاش مشکی بلند. اصلاً هیچ شباهتی به مادرش نداشت. همون لحظه با خودم گفتم حیف همچین جواهری زیر دست این مادر معتاد بمونه. این دختر با همه فرق داره، خیلی خوشگله، باید مال تو باشه. خانواده‌ام وقتی فهمیدن همچین فکری دارم ریختن سرم. بابام گفت آخه مرد حسابی میخوای بری دختر یه زن معتاد مریض رو بگیری؟ این چه آبروریزیه؟ خواهرم گفت این خانواده به درد ما نمیخوره، فردا 1000 تا داستان سرمون میاد. ولی من گوش نکردم. بهشون گفتم من که نمیخوام با مادرش زندگی کنم. من عاشق شیمام، همین بسه. بالاخره بعد از کلی دعوا و مخالفت خانواده من با شیما ازدواج کردم. اون روزا فکر میکردم خوشبخت‌ترین مرد دنیام که همچین فرشته قشنگی رو به دست آوردم. شیما واقعا زیبا و دلنشین بود. هر کی میدیدش حسرت میخورد. بهتون گفتم که من آدم رفیق بازی بودم. بعد از ازدواجم هم به رفیق بازیم ادامه دادم. من 4 تا رفیق قدیمی داشتم. اینا از بچگی کنارم بودن. همشونم مجرد بودن. ولی به معنی واقعی کلمه رفیق جونجونیم بودن. هر شب خونه من بساط خوشگذرونی داشتیم و زنم ازمون پذیرایی میکرد. با هم خوش میگذروندیم و حرفای سطح و یغاز میزدیم. شنگولی و قهقهه و هر شبم یکیمون ساقی میشد. امشب من، فردا شب یکی دیگه. شیما هم اصلا مخالفتی نداشت و خیلی با هم همراه بود. پذیرایی میکرد، میخندید، لباسای راحت میپوشید. انگار همه چی گل و بلبل بود. من اونقدر به رفیقام اعتماد داشتم که حتی گاهی وقتی عجله داشتم و ترافیک بود میذاشتم شیما ترک موتور رفیقم بشینه و بره خونه. با خودم میگفتم اینا مثل برادرای منن، مگه میشه چشم ناموسم داشته باشن؟ اما غافل بودم از اینکه دنیا اونقدر هم ساده نیست. از یه جایی به بعد انگار همه چی شروع کرد تغییر کردن. اولش شیما یکم سرد شد. بهونه می آورد واسه رابطه. میگفت خستم، حالم بده. منم چون میدیدم مادرش مریضه و کلی قصه داره چیزی نمیگفتم. من اون موقع‌ها دیگه با مادرش هیچ رابطه‌ای نداشتم. کم کم سردی شیما بیشتر شد. یه وقتایی میدیدم روی گردنش و دستاش کبودی هست. از خودم میپرسیدم من که کاری باش نکردم. من که مدتیه بهش دست نزدم. شیما مدتیه که از من دوری میکنه و باهاش رابطه‌ای نداشتم، پس این کبودی‌ها از کجا میاد؟ اما بدتر از همه اون شبایی بود که بساطمون به هم ریخت. نمیدونم از کی شروع شد، ولی چند وقت بود که بعد از خوردن یه جوری بیهوش میشدم که انگار کسی چیزی توی لیوانم ریخته باشه. سرم گیج میرفت و بعدش میافتادم و تا صبح هیچی یادم نمیومد. اما همون شبا توی همون خواب و بیداری گاهی چشام نیمه باز میشد. صحنه‌هایی میدیدم که باورم نمیشد. شیما و رفیقام بدون لباس جلوی چشای من داشتن. اون موقع با خودم میگفتم اینا توهم مجید، تو زیادی خوردی.
داری چرت و پرت میبینی. ولی وقتی صبح پا میشدم بدنم درد میکرد. سرم مثل کارخونه سیمان میچرخید. یه چیزایی ته دلم میگفت اینا خواب نیست. بارها این کابوس برام تکرار شد. بارها بیهوش شدم و تو حالت نیمه بیهوشی شیما و رفیقامو میدیدم که دارن روی فرش خونم جلوی چشم من با هم رابطه دارن. هرچی میگذشت بیشتر شک میکردم. شیما هم دیگه عملاً ازم فاصله گرفته بود. به هم میگفت بهت علاقه‌ای ندارم. بهت حسی ندارم. با هم مثل یه آدم غریبه رفتار میکرد. رفیقامم هر شب خونمون بودن. میخندیدن و میخوردن. انگار نه انگار. من مونده بودم با 1000 تا فکر و سوال بی جواب. یه روز بعد از دور همی با رفیقام صبح که از خواب پا شدم سرم مثل همیشه بعد از بساط دیشب گیج میرفت. اما فرقش این بود که حس میکردم بدنم له شده. زانوام درد میکرد، کمرم سنگین بود. انگار شب قبل با هم دعوا شده باشه. رفتم جلوی آینه نگاه کردم، دیدم روی دستم چند تا خط و کبودی است. همون لحظه لرزیدم. با خودم گفتم مجید تو دیشب فقط خوردی، چرا باید این شکلی بشی؟ شک شروع کرده بود به جون گرفتن. اون صحنه‌هایی که توی خواب و بیداری می‌دیدم مثل فیلم هی می اومد جلوی چشمام. رفیقام، شیدا، خنده هاشون، بدن لختشون. ولی خب آدم وقتی میخواد خودشو گول بزنه 1000 تا بهونه جور میکنه. به خودم میگفتم نه بابا، اینا توهمه. اینا خواب بوده، رفیقات داداشیاتن. همچین کاری باهات نمیکنن. اما بازم میگفتم مجید یه کاری داره پشت سرت میشه. از همون روز شروع کردم به دقت کردن. یه شب وسط بساط خودمو زدم به بیحالی و افتادم روی مبل. ولی چشام نیمه باز بود و داشتم نگاه میکردم. امیر هی به شیما نگاه میکرد. یه جوری که اصلاً عادی نبود. شیما هم بهش چشمک میزد و از دور براش بوس میفرستاد. انگار چیزی بینشونه. یه شب دیگه بهروز گفت مجید بذار امشب من ساقی باشم. تو که همیشه میخوای زودتر بری داغ کنی. بذار یه شب ما ساقی باشیم. منم گفتم باشه. ولی اون شب بعد از 2-3 تا گیلاس دیگه هیچی یادم نیومد. صبح که بیدار شدم بدنم همون جوری درد میکرد. یه بار دیگه توی همون بساط دور همی، توی اون حالت شنگولی، صدای خنده و پچ‌پچ شیما و سعید به گوشم میرسید. نمیدیدمشون درست ولی صداهاشون واضح بود. شیما میگفت آرومتر، بیدار میشه. سعید خندید و گفت نه بابا این جنازه است، تا صبح بیدار نمیشه. اون شب قسم خوردم که دیگه خودم گول نزنم. اینا خواب نبود، واقعیت بود. از اون به بعد دیگه فکر و خیال مثل خوره افتاده بود به جونم. دیگه نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم. هر بار که رفیقام می اومدن خونه توی دلم آشوب میشد. نگاهشون میکردم. میخواستم بپرم یقشون رو بگیرم و بگم بی شرفا دارین با من چی کار میکنین؟ اما مدرکی نداشتم. همه چی فقط توی ذهنم بود. اون روزا شیما هم سرتر از قبل شده بود. دیگه حتی با هم درست حسابی حرف نمیزد. انگار اصلا منو نمیدید. یه بار گفتم شیما چرا انقدر از من دوری میکنی؟ مشکلت چیه؟ برگشت گفت تو همش یا شنگولی یا با رفیقاتی. من زن تو هم یا زن اونا. اونقدر با تیکه و زخم زبون گفت که دلم لرزید. با خودم گفتم نکنه واقعا راست میگه. اما درسته من اونا رو به خونم راه داده بودم. اونا از رفاقتم سوء استفاده میکردن. اونا با نامردی پشتم رو خالی کرده بودن. یه روز به خودم گفتم مجید باید کاری کنی. یا باید کاری کنی یا باید بمیری از این همه شک. تصمیم گرفتم دستشون رو رو کنم. گوشیمو برداشتم، گذاشتم یه جایی توی خونه که هیچ کس نفهمه. گذاشتمش روی حالت فیلم برداری و گفتم امشب دیگه معلوم میشه کی به کیه. اون شب دوباره همون بساط، خنده و شوخی و گیلاسای پشت سر هم. بهروز ساقی شد. 2 تا گیلاس بیشتر نخورده بودم که حس کردم سرم داره سنگین میشه. فهمیدم دوباره دارن همون کارو میکنن. بیهوش شدم. اما اون موقع میدونستم گوشی داره همه چی رو ضبط میکنه. فردا صبح وقتی همه رفته بودن و شیما مشغول کار خودش بود، گوشی رو برداشتم. دستام میلرزید. نفسام تند شده بود. زدم روی فیلم. چیزی که دیدم کابوس نبود، واقعیت بود. تک تکشون یکی یکی با شیما بودن. جلوی چشم من بیهوش میخندیدن و حرفای کثیف میزدن. یکیشون حتی با لگد بهم زد و گفت ببین مجید جلوی خودت دارم زن تو، نمکت هم میخوری. اون لحظه حس کردم دنیا روی سرم خراب شد.
نامرد جوری محکم با لگد به پهلو میکوبید که انگار به قول خودش واقعا من یه جنازه بودم. اون موقع فهمیدم علت کبودیای بدنم هم چیه. گوشی از دستم افتاد. حالت تهوع گرفته بودم. قلبم داشت از جا کنده میشد. اشکام بی اختیار سرازیر شد. تهوعم انقدر شدید بود که نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. گوشی از دستم افتاد روی مبل و رفتم توی دستشویی و تا تونستم بالا آوردم. دستم سفید شده بود و دهنم شور. از همون تهوعی بود که آدم وقت سقوط توی دلش حس میکنه. بالاخره بعد از چند بار نشستم روی لبه توالت و فقط نفس عمیق کشیدم. وقتی برگشتم توی حال، شیما توی آشپزخونه نبود. نزدیک مبلی بود که گوشی من روش افتاده بود. سری رفتم گوشی رو برداشتم. بدون اینکه به شیما چیزی بگم، راه افتادم و از خونه زدم بیرون. توی خیابونا شروع کردم به راه رفتن بدون مقصد. ساعتها قدم زدم. هر کسی رو می‌دیدم دلم می‌خواست داد بزنم بگم دیدین با من چیکار کردن؟ دیدین زنه و رفیقام چطوری منو له کردن؟ ولی صدام در نمی اومد. فقط راه میرفتم. یه لحظه با خودم گفتم باید برم همشون رو از بین ببرم. هم شیما و همون 4 تا نامردو. اما بعد ترس اومد سراغم. گفتم نه مجید، اگه این کارو بکنی خودت هم نابود میشی. باید یه جور دیگه انتقام بگیری. همونجا بود که تصمیم گرفتم فیلمو ببرم تحویل نیروی انتظامی بدم. مدرک داشتم. دیگه هیچ کس نمیتونست انکار کنه. همونطور که قدم میزدم گوشی رو در آوردم. رفتم سراغ فیلم. ولی چیزی نبود. گالری خالی بود. قلبم ریخت. فهمیدم کار شیما بوده. با خودم گفتم آخه بی معرفت نامردی تا کجا؟ متوجه شدم همون لحظه که من توی دستشویی بودم شیما اومده بالای گوشیم. آخه صداشو شنیدم که گفت مجید حالت خوبه؟ ولی جواب ندادم. شیما که دیده گوشیم روی مبل جا مونده کنجکاو شده و رفته سمتش ببینه من چرا حالم بد شده. چون صفحه گوشیم هنوز روشن بود و فیلم داشته پخش می شده. همون لحظه زده روی فیلمو حذف کرده. اما بعد از این که من از دستشویی اومدم بیرون هیچی به روی خودش نیاورد. وقتی برگشتم خونه سکوت عجیبی بود. شیما نبود. هیچ صدایی نمی اومد. به شیما زنگ زدم جواب نداد. به رفیقامم یکی یکی زنگ زدم. هیچ کدوم جواب ندادن. تلفناشون همه خاموش. با ناامیدی روی مبل ولو شدم. دستامو روی صورتم گذاشتم. نمیدونستم باید چیکار کنم. سرم پر از صحنه‌هایی بود که دیده بودم و خلایی که توی گوشی مونده بود. همینطوری درمونده توی خونه قدم میزدم. داد میزدم. با مشت به در و دیوار میکوبیدم. چند ساعتی گذشت. داشتم توی اون پریشونی میپوسیدم که گوشیم زنگ خورد. اسم شیما روی صفحه گوشیم افتاد. فوری جواب دادم. از پشت گوشی گفت مجید، من و بهروز عاشق هم شدیم و با هم فرار کردیم. تو هم هیچ مدرکی نداری و هیچ کاری نمیتونی بکنی. و گوشی رو قطع کرد. همونجا انگار همه چی تموم شد. هیچ داد و فریادی از دهنم در نیومد. فقط زل زده بودم به دیوار. بعدش دیگه هر جا رو گشتم، به هر جایی سر زدم، خبری از شیما و بهروز نبود. رفتم سراغ مادرش. اونم توی همون بیحالی و نشگی افتاده بود و هیچ خبری ازش نداشت. اون 3 تای دیگه هم یکی یکی غیب شده بودن. جواب هیچ تماسی رو ندادن. انگار همشون قورت داده شدن توی زمین. من مونده بودم و یه خونه خالی و یه گوشی بی مدرک و قلبی که دیگه حتی درد هم نمی کرد. از اون روز به بعد دیگه سرد شدم. بی احساس شدم. نه دیگه اعتراضی مونده بود نه اعتمادی. انگار همه چی توی وجودم با اون فیلم حذف شد. من به رفیقام بیشتر از برادر اعتماد داشتم. اونا رو به حریم خونه زندگیم راه دادم. سفره‌مو پهن کردم براشون. زنمو پیششون راحت گذاشتم. فکر می‌کردم برادرامن. فکر می‌کردم پشتمو می‌گیرن. اما چی شد؟ دیدم همونا گرگ شدن، همونا شدن خنجری که از پشت میزنه. میدونی در چیه؟ آدم زخم غریبه رو تحمل میکنه، ولی وقتی نزدیکترینت خنجر بهت بزنه اون زخم هیچ وقت خوب نمیشه. رفیق خوبه ولی تا دم در. بذار حریمت سر جاش بمونه. خونه حرمت داره. بذار خونت فقط جای آرامش باشه، نه بساط رفیق بازی. هیچ وقت اون اشتباه لعنتی منو تکرار نکن. دوستان عزیزم، ممنونم که تا پایان داستان همراه هم بودید. مثل همیشه منتظر نظراتتون درباره این داستان توی کامنت ها هستم.